متدهای مختلفی که توی درمان زخم‌های مختلفی استفاده میشه واکیوم تراپی هستش که با اسم‌های NPWT، INPWT یا WT توی جهان میشناسنش. به این صورت که بهش میگن نگاتیو پرشر واکیوم تراپی یا اریگیشن نگاتیو پرشر واکیوم تراپی یا حتی همون واکیوم تراپی خودمون توی جهان میشناسنش. این دستگاه فوق‌العاده که یکی از دسته‌بندی‌های پانسمانیمون هستش توی دو سطح مختلف که به صورت ماکرو دفرمیشن یا میکرو دفرمیشن سبب ترمیم زخممون میشه که توی فاز ماکرو دفرمیشن با خارج سازی اگزودای بافتی با کاهش این اگزودا از بستر زخم به باطل ترشحات به کمک به ترمیم زخم میشه، به این صورت که زخمای کلین کانتامینیت یا حتی زخمای کانتامینیت رو میبره به سمت زخمای کلین که این لود باکتریا تو بستر زخم کاهش پیدا بکنن و اگزودای بافتی کاهش پیدا بکنن. همچنین باعث کاهش ساید زخم و ادم زخم هم میشه. این میشه توی فاز ماکرو دفرمیشن. اما توی فاز میکرو دفرمیشن با تحریک و آزادسازی فاکتورهای مختلفی از جمله FGF، EGF، VGF و میتونه کمک بکنه که ترمیم زخم خیلی بیشتر و سریعتر و زودتر اتفاق بیفته. به این صورت که میتونه با تولید فیبروبلاست ها و حتی تحریک سایتوکاین های مختلفی توی فاز پرولیفریشن همچنین باعث آنژیوژنسیس زخم بشه که باعث نوواسکولاریزیشن و حتی باعث افزایش ریسرکولیشن بافتی بشه که اینا همشون زخم رو میبره به تقسیمات میتوز بیشتر که هم علاوه بر این که تو فاز اپیتلیزیشن کمک میکنه تو فاز گرانولیشن و همچنین تو فازهایی که زخم استاپید، استگنیتی و استالید هست هم از این دستگاه میتونیم استفاده بکنیم که ترمیم زخممون اتفاق بیفته. همچنین این دستگاه فوق‌العاده شرکت‌های مختلفی اومدن درستش کردن که کیت‌های مختلفشون اجزای مختلفی داره، اما همه کیت‌های واکیوم تراپی این اجزایی که میگم رو باید داشته باشن. به این صورت که باید حتما کیت واکیوم تراپی شامل اون SSP یا اون کابل تخلیه ترشحات یا فوم و هیدروفیلم شفاف باشن. همچنین یک اجزای دستگاه واکیوم تراپی باید محفظه تخلیه ترشحات رو هم داشته باشه. به چه صورت؟ اگر شما فرض بگیرید دست من زخم باشه، فوم رو روی بستر زخم فیکس میکنیم، اون هیدروفیلم شفاف زخم رو کاور میکنه و اون SSP میاد روی این فوم ها میشینه، با اون کاتی که اتفاق افتاده روی فوم میشینه و این تیوبی که وجود داره وصل میشه به اون محفظه تخلیه ترشحات و دستگاه با اون فشار منفی که اعمال میکنه باعث میشه این فوم ها جمع بشن و این فشار منفی به زخم اعمال بشه و به مراتب سبب تخلیه ترشحات و انتقال اونها به محفظه تخلیه ترشحات بشه. همچنین این دستگاه فوق‌العاده فوم های مختلفی هم داره که فوم هایی که توی بازار هستش فوم های پلی اورتان، پلی وینیل و آنتی میکروبیال هستن. فوم های پلی اورتان که اصطلاحاً بهشون میگن آبگریز، این فوم ها با تخلخل های مختلف توی شرکت های مختلف تولید شدن و با کمک به اینکه اگزودا از داخل این فوم ها سر بخورن، اگزودا رو کامل از روی بستر زخم بردارن و وارد محفظه تخلیه بکنن. همچنین فوم های پلی وینیل که فوم های آبدوست هستن، میتونیم از این دستگاه از این فوم ها توی زخمایی که حالا میخوایم ما یک موئسچر بالانس متعادل به زخم بدیم ازشون استفاده بکنیم. فوم های آنتی میکروبیال که متاسفانه داخل ایران نداریم، یه سری فوم ها هستن که شما توی فازهای اینفلامیشن حتی توی زخمایی که یه مقدار بافتایی مثلا نکروتیکی بیشتری داریم در حد مثلا 10% 20% ازش استفاده بکنیم که لود باکتریا هم علاوه بر همه اینا کاهش بده. این دستگاه واکیوم تراپی ما یه سری اندیکاسیون ها داره و یه سری کنتر اندیکاسیون ها داره. دستگاه واکیوم اندیکاسیون هاشون توی زخمای بستر، زخمایی که کویتی داشته باشن، زخمایی که تونلینگ باشن، زخمایی که آندرماینینگ باشن، زخمای سینوس اکسترکت که بدون اکسپوزی ارگان اکسپوز باشه، زخمایی که کویتی کلا داشته باشن بیشتر ازش استفاده میشه. توی زخمای دیابتیک فود، توی زخمای سوختگی گرید 2 و 3، توی زخمای گرفت ها، فلپ ها و حتی به صورت پروفیلاکسیک برای ایجاد قبل از اینکه فلپ گذاشته بشه، برای دیتکت نشدن فلپ ما میتونیم از دستگاه واکیوم استفاده بکنیم. همچنین از این دستگاه واکیوم توی زخمای SSRI جراحی میتونیم استفاده بکنیم. اینقدر اندیکاسیون های زیادی داره که حتی شما میتونید از این دستگاه توی نوزادان بالای 1.5 کیلوگرم هم ازش استفاده بکنید. اما یه سری کنتر اندیکاسیون ها داره که اصطلاحاً
کنتراندیکاسیون نیستن، بهش میگن کنتراندیکاسیون نسبی. یه سری شروط داره که اگر این شروط حل بشن شما میتونید مجدد از دستگاه وکیوم تراپی استفاده بکنید. اما اگر این شروط پابرجا باشن، این دستگاه وکیوم تراپی نه تنها باعث بهبودی زخم میشه و حتی میتونه زخمتون رو بدتر هم بکنه. به چه صورت؟ که شما اگر سینوس اکسترکت به احشا داشته باشین، به چه صورت؟ اگر شما یک مریضی داشته باشین لاپاراکتومی شده باشه و احشا اکسپوز باشه، ارگان اکسپوز باشه، همچین مواقع شما اگر وکیوم تراپی استفاده بکنید نه تنها کمک نمیکنه که اون بافت گرانولیشن تیشو بیاد بالا، شما اون ارگان زیرش رو هم بهش آسیب وارد کردین و نه تنها ترمیم بافتی اتفاق نیفتاده، یه ضرری هم به مریض وارد کردین. خب این یه سری شرط داره که بخوام شما توی سینوس اکسترکت از وکیوم تراپی استفاده کنید. به چه صورت؟ به این صورت که یه سری مش ها تهیه شده و روی اون بستر، حالا فیلماش هستش، پانچ میشه و بعد اون وکیوم تراپی که اتفاق میفته اون فشار منفی از روی احشا برداشته میشه و اون تا دور اون ناحیه لاپاراکتومی وکیوم میشه، بافت گرانولیشن تیشو میاد بالا و بعد اگر جراح مجدد بخواد مریض رو ببره داخل اتاق عمل سوچور بزنه، این شکلی بهتر وکیوم کمک میکنه که سوچور دیسنس نشه. همچنین از وکیوم تراپی تو زخم ایسکمیک هم نمیتونید استفاده بکنید. شما اگر مریض ایسکمیک داشته باشین، اول باید حتما ارجاع بدیم به پزشک عروق. شما میفرستین مریض رو به پزشک عروق، آنژیوپلاستی میشن، اول آنژیوگرافی میشن، اگر نیاز داشته باشن آنژیوپلاستی میشن، اگر نیاز نداشته باشن با داروها حل میشه. از نظر عروقی هر موقع که مریضتون مشکل نداشت، اون موقع میتونید شما از دستگاه وکیوم تراپی استفاده بکنید. یکی از مواردی که کنتراندیکاسیون داره از دستگاه وکیوم تراپی، توی زخمایی که خونریزی فعال داشته باشن. شما این نکته رو باید داشته باشین که هر موقع که مریض رو میخواین وکیوم بکنین، حتما حداقلش یه سی بی سی بیومنکرات، یک سدیم پتاسیم و حتی یه پی تی پی تی آی ان آر از مریض داشته باشین. به چه صورت؟ شما اگر که مثلا مریض رو میخواین وکیوم بکنین و اون باتل تقریبا 1 لیتر باشه، مثلا شما طی هر بار وکیوم تراپی 2 لیتر اگر مایع از این زخم بکشین بیرون، اون اختلال آب الکترولیت میتونه واسه مریض متضرر بشه. همچنین علاوه بر همه اینا، اون سدیم پتاسیم اگر که قبل از اینکه شما وکیوم بکنین خودش اختلال داشته باشه، شما این اختلال رو میتونین بیشتر بکنین. پس یه حداقل سی بی سی بیومنکرات سدیم پتاسیم رو از مریض داشته باشین. پی تی پی تی آی ان آر رو حتما داشته باشین از مریض. وقتی که شما وکیوم تراپی میکنین، اون خونریزی فعالی اگه مریض داشته باشه، اون خونریزی فعال باعث این میشه که این خونریزی بیشتر بشه و نه تنها که اون ترشحات داره خارج میشه، این خون هم با اون ترشحات خارج میشه و مریض خونریزی فعال داره، شما متوجهش نیستین. توی زخمای بون اکسپوز، تاندون اکسپوز یا حتی زخمای دیوایس اکسپوز هم ما از دستگاه وکیوم تراپی نمیتونیم استفاده کنیم. اما به چه صورت؟ شما یکی از شرایطی که توی تاندون و بون داشتین، حفظ مویس بالانس توی تاندون و بون بود. به چه صورت؟ که شما مویس این نهایی رو بالا میبرین. خب پس ما اگه بخوایم با وکیوم تراپی اون لود باکتری ترشحات زخم بیاریم پایین، ما عملا تاندون و بون رو از بین بردیم. خب همچین مواقعی چیکار میکنیم؟ میاد از فوم های پلیونیل استفاده میکنیم. فوم های آبدوس رو تاندون و بون و یا حتی دیوایسمون رو باهاش کاور میکنیم و بعد میایم از فوم های پلی اورتان مجدد و وکیوم تراپیمون رو انجام میدیم. اما نکته‌ای که حائز اهمیت هستش، هیچ وقت توی استرومیلیت های درمان نشده شما نمیتونید از وکیوم تراپی استفاده بکنید. چه بسا که شما این زخم هم حتی درمان بشه، اما چون استرومیلیت درمان نشده میتونه خطر اینفکشن رو واسه مریض داشته باشه. به این صورت که حتی توی زخمای عفونی اصطلاحاً میگن که اگر زخمتون بیشتر از 70% بافت گرانولیشن تیشو داره، شما میتونید از وکیوم تراپی استفاده بکنید. اگر که زخمتون حاوی نکروز هست و اگر زخمتون اسلاف داره، حداقلش اینه که شما 70% بافتتون گرانولیشن باشه که بتونید از وکیوم تراپی استفاده بکنید. یک مبحثی داریم به نام گراس اینفلامیشن که توی فازهای اولیه گراس اینفلامیشن شما نباید از وکیوم تراپی استفاده بکنید. مریض رو اولی کشت زخم ارسال میکنید، آنتی بیوتیک وریدی یا خوراکی برای مریض طبق نظریه پزشک عفونی شروع میشه و بعد شما میتونید از دستگاه وکیوم برای اون زخمتون استفاده بکنید. چون خود همون زخم اگر که لود باکتری بالایی داشته باشه، اصطلاحاً توی فازهای بایوفیلمیش باشه، شما وقتی که وکیوم تراپی رو انجام میدید، اون محفظه بسته‌ای که ایجاد کردیم باعث افزایش لود باکتریال میشه.
یه مبحث دیگه هم هست علاوه بر همه این مواردی که گفتیم، INPWT Irrigation Negative Pressure Vacuum Therapy، همون وکیوم تراپی خودمونه که به چه صورت شما اون فوم رو گذاشتین و وکیوم کرد، میاد چیکار میکنه؟ زخم رو شستشو هم میده. اگر شما فرضاً اینجا رو یه زخم خودمون در نظر بگیریم، اگر این رو SSP تخلیه ترشحاتمون در نظر بگیریم، این میشه SSP Irrigation. به این صورت که دستگاه هایی که مجهز به ایرگیشن هستن میتونن محلول سالین یا محلول های PHMB رو از طریق این SSP وارد این زخم بکنن و از این طریق زخم شستشو میشه و از این طریق خارج میشه. همین پروسیجر فوق العاده یک کمک به دبریدمان مکانیکال هم میکنه. برای همینه که از دستگاه وکیوم تراپی که قابلیت ایرگیشن دارن، شما میتونین توی زخم هایی که حتی بیشتر از 50% گرانولیشن هستن و 50% اسلاف هستن یا گرانس اینفلامیشن پایینی دارن و حتی لود باکتری بالی دارن، هم از این دستگاه استفاده بکنن. چرا؟ چون اون محلول PHMB که دارن استفاده میکنین آنتی باکتریاله. شما میتونین دستگاه رو تنظیم بکنین، فرضاً 50 میلی لیتر پر اور شروع بکنین به وکیوم تراپی اون بستر و از اون طرف هم تخلیه ترشحات داره اتفاق میفته. علاوه بر اینکه اون دبریدمان مکانیکال رو به زخم میده، کمک میکنه که اون بستر زخم تمیز بشه و لود باکتریا هم بیاد پایین. این میشه مبحث خیلی جزئی از وکیوم تراپی. خیلی مباحث دیگه هم در مورد وکیوم تراپی موجود هستش که توی کارهای عملی در کنار کارهای تئوری میشه اونا رو توضیح داد. خیلی ممنون از توجه.